پلیس دوشنبه میگوید یک گروه جنایتکار را بازداشت کرده است که جوانان را برای پل لطوکوب میکردند. در نواری که ریاست کارهای داخلی پایتخت نشر کرد دیده می شود چند نفر یک جوان را کشاله کرده میزنند و جوان از آنها زاری میکند که لطوکوب را بس کنند. به اطلاع پلیس دوشنبه جوانی که لطوکوب می شود کامران بابایف ساکن 20 ساله پایتخت است. با سبب محدودیت های یوتیوب ما این نوارا پررنگ نشر کردن نمی توانیم. در خبرنامه رسمی آمده است عزیز ازبکوف ساکن 26 ساله ناحیه فرخار با چند نفر گروه جنایتی تأسیس داده برای پل نورسان را لطوکوب می‌کردند. نظر ازبکوف و شریکش معروف نعیموف به قضیه معلوم نیست. آنها در حضور کارمندان پلیس حداقل از 2 حالت نقل می‌کنند که نورسان را عذاب دادند. پلیس دوشنبه میگوید نسبت این نفران پرونده‌های جنایتی آغاز کردند اما نگفتند که با کدام اتهام. مقامات گفتند دیگر شریکان آنها را جستجو دارند.